мао сӯзишворӣ гарон аст. нарху наво дар бозор гарон аст. мардум зиндагӣ дуруст надорад. маоши мардум ҳар як соҳае ки маош яъне ки хӯрокворӣ маводаш боло мерава, нархаш нақлиёт боло мерава, сӯзишворӣ боло мерава. маоши мардум бояд дар ҳамун категория боло бирава. зулм кардесен, таҷовуз кардесен, таҳқир кардесен, мардума ба солҳои санг даъват дорен. интернет истифода набар. ҷаноби олӣ гуфт ки гӯшаи мобилӣ зарар дора. рӯз сиёт бори таҳлилгара. ту дигар тема наёфтӣ. дар паёми расмӣ ҳаме хафанда ки ҷаноби олӣ гӯяд телефони мобилӣ дар кӯдак бира, як кӯдаки немиса бин, ай модараш таваллудш аст, мултик тамошо дорад. кадом мутахассис дар куҷо кор кард? мо чӣ қадар сармоягузорҳои хориҷӣ ҷалб кардем? рақамоша бигин. кадом компанияҳои бузурги хориҷӣ, Adidas, Nike, Mercedes, BMW, намедонам ҳар чизе ки набошад, кадоми вақти мо шартнома бастем дар 3 соли охир ва чӣ қадар пул ба буҷаи кишвар оварда. бояд роҳбар бурояд дар масъалаҳои муҳим гап зана. ӯ буромадааст туй нақл дора. خب دوستان عزیز، ما میخواستم در اینجا در مثلا شرکت دومودی رحمانوف گپ بزنیم. شرکت راهسازی ایرسی که دوشنبه رو به ولایت سوخت پیوست میکند. البته این شرکت از بودجه انداز آزاد است. همه ما و شما میدونیم چون شرکت داماد امای رحمانوف است. در تاجیکستان فقط شرکت هایی که رب به داماد و کلن و اکا و خواهر و تقا و جیان و خسر بچه و خسر مادر و نمیدونم هر چیزی که هست اونها از انداز آزاد کرده میشوند، برای اونها امتیاز داده میشود. اما صاحبکارای بزرگ وطنی زندان و کشته و در بدر می شود و مالی آنها سرمایه آنها غصب کرده می شود از طرف این همه اجوج و مجوج همه دامادا و عکا و خسر خسرمان و کلان و فلان و بهمدان. و طور مثال شرکت ایرسی که مالک آن معلوم نیست که این شرکت در به نام کی ثبت نام شده است و یکی از نماینده‌های آن شرکت که در جزیره های انگلیس ثبت نام است، ویرجینیا انگلیس ثبت نام است، در دوشنبه دفتر دارم و پول این توسط بانکی، خب من براتون بانکش مقرر بکنم. خب بانکی خب سپیتامین بانک جمالدین نورالدین است. خب این بانک شخصی است و پول این بانک، پول این راه که سالانه 1 میلیون دلار سالانه درآمد دارد و هیچ اندازه از این قدر درآمد بزرگ در بودجه کشور نمیسپره، 1 درم نمیسپره، در حالی که این پول قرض گرفته شده از خیتای آمده راه ساختن. اما مالک این شرکت ایرسی ساخته است و این پول میرود توسط همین بانک نورالی میرود به جزیره های سپتامین بانک میرود به جزیره های انگلیس و در سال 2021 تعریف نو میبره که در اینجا ذکر میکنه. خب البته از 6 دروازه عبارت است که باید یک راننده از اینجا به ولایت سوق بره و اگر چیکار کنه 60 سوم، یعنی که در 6 پست باید که پول بسپره. یکم نرخ تلنگ ورزاب ببینید قبلا بود 3 سومون، حاضر شده است 5 سومون. قبلا بود 12 سومون، حاضر شده است 15 سومون. قبلا بود 30 سومون، شده است 33 سومون، 38 سومون، 41 سومون. خب همین خمیره و همه شما همین چیزا میبینید، همین نرخایی که قبلا بود و حاضر است. مرحمت کنید. آیا چی لازم میدونیم، چی ضرور است که ما سوزشواری گران است، نرخ نوا در بازار گران است، مردم زندگی درست نداره، معاش مردم هر یک ساحه که معاش یعنی که خوراکواری موادش بالا میروه، نرخش نقلیات بالا میروه، سوزشواری بالا میروه، معاش مردم باید در همون کاتگوری بالا بروه. یعنی نرخ و نوا با آخرین نفری که در تاجیکستان زندگی پس داره برای اون هم نیز مطابقت بکنه که یک آموزگار باید تا که از این راه استفاده بره
تو نه که از بازار استفاده بره، تو نه که از رستوران استفاده بره، تو نه که از ماشین شخصی استفاده بره، تو نه که از تاکسی استفاده بره، تو نه که از تالار ورزشی و نمیدونم از کینو و از سینما و از جای فرهنگی و فراغتی استفاده بره و قیمت پولش برسه. ولی یک شهروند باید چنین زندگی بکنه. اما معاش در نول زاخواب است، پیام رحمان حالی تیار تمام نشده، الکل این شرکتی که هیچ منفعت به ملت و بودجه کشور نداره نرخش در آسمان میروه. ما بگم 2 دیرم بلند میشوه، 3 دیرم بلند میشوه. تصور که 1 دیرمی اگر بلند شوه، اگر 1 دیرمی بلند شوه، اگر 10 دیرم بلند شوه، 20 دیرم بلند بشوه، میدانی که از سالانه 100 میلیون درآمد داره، تصور که 1 میلیون به 2 دیرم دیگه از حساب که چقدر میشوه، چقدر میشوه. یعنی اینها 2 سوم، 5 سوم، 5%، 10% یک یابو بلند میکنه. من نمیدونم در تاجیکستان در پلات حساب یا در پارلمان کشور یگام اقتصاددان، یگام کسی هست که این مسئله را ببینه، مقایسه بکنه با زندگی مردم. یک دانشجو چگونه بره پدر مادرش زیارت بکنه؟ چگونه؟ راههای الटरनेटिव دارن که یک دانشجو اگر نمیخواد برای پولکی برای غیر پولکی بره. چگونه باید بره؟ یا را حساب نمیکنن، زندگی مردم حساب نمیکنن یک مخو، یا فقط کیسته جیب خودشون حساب میکنن که حساب مردم غارت بکنن. چون که راهی آسانی اداره کردن مردم همی است که مردم غارت کن، مردم بی سواد که اداره کن. این فرموله اداره کنی دولت است. مردم بی سواد کن، پول شبگی غارت بکن، کم بغلش بکن، شرایط خوب اینترنتی نتش، شرایط خوب زندگی نته، مردم در سیاست کار نمیگیره، خر بری کار میکنه. روز تا بگره در بازار کار میکنه، روز تا بگره در استرویکای روسیه کار میکنه، روز تا بگره در کنهای کندنی های زیرزمینی کار میکنه، روز تا بگره راهروی میکنه و از کجا وقت میاد بود روی فیسبوک صدای مردم تماشا بکنه، از کجا وقت میاد بود روی نمیدونم برنامه‌های مخالفه رو تماشا، از کجا اینترنت معاش میگیره. آیا با 150 میتونه اینترنت بسپره؟ بازور 1 گیگا اینترنت میگه که اون بچهش در روسیه هست، باید با او تماس بگیره. از کجا برای مردم زندگی میتونن؟ یا سبب‌هایی که اینا باقی بمونن اینمی خیلی استفاده میبرن. وگرنه برای شرکتی که هیچ بودجه به اندازه به بودجه کشور انداز نمیسپره 100 میلیون کم است سالانه. آیا 100 میلیون در او راه میسازه؟ همون پول به 200 چند میلیون ساخته شدگی است، 200 چند میلیون ساخته شدگی است، 249 میلیون 250 میلیون دلار همون راه ساخته شدگی است که سالانه 100 میلیون فایده داره. درآمد 100 میلیون میگیره. این در 2 سال 2.5 سال در پولش میبره. ولی اینها باید که 3 سال پس او را اگر اونو تعمیر بکنن، کلا نو بکنن که بعد از انداز آزاد شوند. ولی در طول 10 سال آیا امور را کلا دوباره اسفالت پوش کردن؟ جایی که آزاد، جایی که خوش شد، جایی که کنده شد، رفتن یک اسفالت چرت پرت تازه کردن، با می خلاص شد رفت. 100 میلیون مفت در بودجه اینا رفت، در بودجه بانکی اینها رفت شرکت‌های خارجی. مردم میگه تشکر با جناب ولی صلح و ثبات آور. آی پدرسگو، صلح و ثبات چی لازم به این ملت؟ در حالی که ظلم کردین، تجاوز کردین، تحقیر کردین، مردم با سالهای سنگ دعوت دارین، اینترنت استفاده نبر. جناب عالی گفت که گوشه موبیلی ضرر داره، رود سیات باید تحلیل گره. تو دیگه تیمه نیافتی. در پیام رسمی همه خفهم ده که جناب عالی گفت تلفن موبیلی در کودک برای کودک نمیسته بین ای مادرش تولش است مولتیک تماشا داره. مرکل نمیبره بگه که من میگم که کودکات ضرر داره. در پیام سالانه است شولز نمیبره بگه که من میگم که مردم نمیز باید گوشی استفاده نبره که در کودکاشون ضرر داره. چون وزارت تندرستی دارن، وزارت تندرستی داره، برنامه تلویزیونی و رادیویی داره، برای مردم نشون میدن که چه چیز در زندگی یک کودک فایده داره. در مکتب برنامه ها دارن، در مدرسه برنامه ها دارن، در باغچه کودکانه برنامه ها دارن، در تلویزیون و رادیو برنامه دارن. از اون بخش مردم را تبلیغ میکنن که وزیر تندرستی یا که ساحه تندرستی، وزارت تندرستی اینه پیشنهاد داره که برای کودکاتون از این چیزا استفاده بری. در کوچه و در راه و در همه جا از اون کتابچه های خورد پروگرام های کودک نوشته شده است. میرای دکتر میخوای فرزند تبری کتاب معالجه دکتر ببرن، وقتی داخل میشی در همه اتاقی که انتظاری هستی 10 نمودی کتاب موندگی است، میخونی
کنسپک نوشته شده است، برنامه برای کودک نوشته شده است که سحر این غذا رابطه برای کودک فایده داره، بگه غذا رابطه فایده داره. لیکن راهبرش نمیبره که بگه که کودکاتون تلفن نگیرین. شکر که ما چند میلیون تلفن استفاده بردیم، ما جواری مکه استفاده کردیم. اینا راهبر نمیگه. راهبر میبره مسئله های سیاسی کشور گپ میزنه. راهبر میبره آن چیزی که مهم میدونه در دوام 5 سال او را گپ میزنه. راهبر میبره از پیشروی اقتصاد و صنعت گپ میزنه که در 5 سال کشور آلمان، کشور روسیه، کشور سنگاپور، کشور نمیدونم اندونزی چه کارهایی را انجام داد و اقتصاد کشور به کجا رفت، کدام متخصص در کجا کار کرد، ما چقدر سرمایه گذارای خارجی جلب کردیم. رقماشو بگین. کدام کمپانی های بزرگ خارجی، ادیداس، نایک، مرسدس، BMW، نمیدونم هر چیزی که نباشه، کدام او خاطی ما شرطنامه بستیم در 3 سال اخیر و چقدر پول به بودجه کشور آورده. باید راهبر باید در مسائل های مهم گپ زنه. او برآمده است توی نقل داره، شکرانه کنه، آب داریم، جواری مکه بخره، لوبیا بخره، نخود بخره، ذوق داشته باشن، همه کارا میتونین تمام شد رفت. جلسه سالانه مردم با این چیز فریب دارن. وای چاپلوس یخمه جناب عالی گفت که گوشی برای مردم ضرر داره. خاک تو سرت. جناب عالی وزیر تندرستی نیست، نمیدونم متخصص ساحه وزارت تندرستی نیست، وای حق نداره گفتنده. اگر که تصمیم رحمانوف میگیره، سود رحمانوف است، پروکتور رحمانوف است، وزیر تندرستی رحمانوف است، مولا رحمانوف است، مفتی رحمانوف است، وزیر و رئیس و کبیر گم میخره دست از وظیفه. چی کار میکنن؟ اینقدر مفت خراب پول میگیرن، راننده دارن، خانه دارن، حساب دولت معاش میگیرن، حساب دولت سفرهای خارجی میرن. چی کار میکنن اینو؟ مدام تصمیم رحمانوف میگرفته است، مدام رحمانوف وزیر تندرستی میشده است، در جلسه میبرومده است، گپ میزنه. بک صبور. چی کار میکنه که رحمانوف میبره مسئله ما گوشه علاقه را گپ میزنه؟ وزیری نمیدونم خوجگی دهقانی کلخاز اوخاز گم میخره که رحمانوف میبره از جواری مکه گپ میزنه. در 30 سال رحمانوف نفهمیده است که برای ملت معارف چیزی مهم بوده است. این 4 تا بناموس تلویزیون و رادیوشان از جنبه 30 سالانه از جلسه رحمانوف ما چی گرفتن؟ چی گرفتن؟ گو گرفتن. ملت باز هم وعده های بر دروغ داد. در سال 2016 17 اگریگاتی راغون وقتی باز میکردن، مردم آینده های درخشان وعده کردن. چی داد برای مردم؟ خواه برق کنی دادی مردم نمیشنوین. فرزنده که از ببرخی 2 کودک در یک خانه مرد نشونیدین. شما برآمدین از پیام رحمانوف ما چی گرفتیم؟ خاک خنک مزار گرفتین. این شرکت داماداش، این از پیام رحمانوف این گرفتین شما. این پیام رحمانوف است. همین را کلام در اکران کلام بگذارین. مرحمت. پیام رحمانوف برای ملت این تحقیر تجاوز در حق آنها مردم ولایت سوغد است که سال تا سال بالا میروند نرخ نوا. معاش نیست، پیشروی نیست، صنعت نیست، اقتصاد نیست. اینا در فکر آنها پیشروی. دامادها جمع کنند، دامادها جمع کنند، پول دار شوند، سیر شوند.